گاهی فکر میکنیم دینداری فقط با نماز و روزه و تلاوت قرآن کریم خلاصه میگردد، اما عبادت فقط با زبان و بدن نیست، بلکه رفتار نیک ما، اخلاق پسندیده ما نیز بخشی از دینداری ما هست. اگر نماز میخوانیم اما دل کسی را میشکنیم، باید در رفتار خود بیشتر توجه کنیم، بیشتر بیندیشیم. اگر قرآن کریم را تلاوت میکنیم اما در پشت غیبت دیگران را میکنیم، باید ببینیم که دستورهای قرآن کریم را، پیامهای قرآن کریم را چقدر در زندگی خود عملی کرده ایم. اگر از خداوند متعال طلب آمرزش و بخشش برای گناهانمان میخواهیم، ما خودمان نیز اهل بخشیدن باشیم. امروز شاید یک انسان در نماز در مسجد بسیار دیده شود، اما در خانه با خانواده‌اش مشکل داشته باشد، با خانواده‌اش بد اخلاقی و بد رفتاری کند. پس بیایید دینداری خود را تنها در ظاهر خود نشان ندهیم، بلکه در رفتار خوبمان، در اخلاق نیکمان، با برخورد نیکمان با مردم نشان بدهیم. بیایید کاری کنیم که هر وقت با ما کسی روبرو می شود، از اخلاق نیک ما، از رفتار شایسته و پسندیده ما او نیز یاد بگیرد. یادمان باشد اخلاق نیک زیباترین چیزی است که انسان می تواند در دل دیگران به یادگاری بماند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.